بسم الله الرحمن. برای جا زدن کاسه نمد سر میلنگ یه وسیله همچین چیزی داریم که این وسیله مخصوص خود کاسه نمده، به خاطری که اون لباش بر نگرد. برای جا زدنش اول که اینا رو باید تمیز ما بشوریم، بعد اینو به این صورت جا میزنیم. خب همینجوری که نگرش دار خورده باید بیاد پایین. بعد باید یه وسیله اهرم بکنیم، این بده بره داخل. تا اونجایی که میتونید نباید روی این کاسه نمده ضربه چکش بخوره. خیلی هم میان دورش چسب میزنن. این اگه بخواه نشتی بده، چه چسب بزنی چه چسب نزنی نشتی میده. انقدر فشار روغن زیاده که یه ذره چسب نمیتونه جلوشی بگیره. خب مکس بزن. نه نمیخواه بگیم. نه شروعه. خب برای جا زدن این یه دونه خار داره، خارش هم به این شکل. لبه نازک خار باید رو به بالا باشه. خب وقتی که جا زدی با یه وسیله دو تا ضربه کوچیک میزنید که قشنگ جا بیفته. پس میتونه بخواید جا بزنیم، پایین بگیر. این تایم دقیقا روبرو اون فلش، این هم 12 ساعت 3. پس به تایم من بخوایم جا بزنیم باید روبروی این فلش باشه. فلش نداشت روبروی این نوشته ها باید باشه. قسمت هایی که جا زدین حالا باید هرزگرد رو شل بکنید. هرزگرد که شل بشه فنر داره، فنر خودکار باید بیاد. حالا شما دقیقا به این اندازه حداقل نیم تا 1 سانت باید فاصله داشته باشه و شلیش باشه. وقتی که شل شد مجدد این پیچو سفتش میکنیم با آچار 12. خب بعد که اونا رو بستیم بیا بنداز اینجا. مکسی بزن تا یکم بنزین بکشم اونا رو بشوریم. بعد باید پوسه تصمیت های بندازیم. پوسه تصمیت های هم تمیز اول بشوریم. طریق انداختنش هم این حلال بزرگی پایین، حلال کوچیکی بالاست. سه تا پیش داره. با بوکس 10 بسته میشن.
حالا میایم پولی سر میلنگ، پولی سر میلنگ که بخوایم جا بزنیم جک یکم باید بزنیم بالا. دقیقا خاره باید بیفته سر جاش. این پیچم میبندیم. خب برای صرف کردنش هم آچار 21 بزن. برای صرف کردنش هم آچار 21 رنگی سرکج. خب که باید چند تا ضربه روی میزنید که مرتب صرف بشه. حالا میام